سلام دوستانی من، خوش آمدید به شبکه قدمشو ایسو. با شما هستم رمضان سیدعلی. در امروزه برنامه دوستانی من برای پیشرفت این شبکه به شبکه ما بونه شده زنگوله رو پخش نمایید تا از نوارهای نوی ما با خبر باشید. کودکی 8 ماهه را از خانه دزدیده رفتند. درد دل مادر که 23 سال باز پسرش را میجوید، بچه‌ام را دزدیدند. پسرکی 8 ماهه را از بغلم دزدیده بردند. از غم فرزند قریب دیوانه شدم. التماس در یافتن بچه‌ام به من یاری رسانید. اقلاً یک بار روی پسرکم را بینم، بعد مرم هم دیگر آرمان ندارم. این ندای دل یک مادر زار است که غم جدایی از فرزند جگرش را ریش نموده است. امینه یعقوب و ساکن شهر دوشنبه ناحیه شاه منصور کوچه عینی 16 حجره 8 می باشد. این زنی فرزند گم کرده را درد جدایی از جگربندش به اداره هفته نامه عائله آورده است. به خاطر فهمیدن اصل حادثه ما با امینه یعقوب و دخترش مدینه که شاهدی به واسطه دزدیدن دادرش بوده است هم صحبت گشتیم. مادر عزیز، راستی ما از سخنان شما به جز آنکه پسرتان را دزدیدند دیگر چیزی نفهمیدیم. می توانید حادثه را درست‌تر شرح دهید؟ فرزندتان را کی و چگونه را بودند؟ ماه اپریل بود. تقریبا ساعتهای 2 شب مست خواب بودیم که صدای تق در برآمد. گمان کردم که زن همسایه است، چون که یک آوازی زنانه نام دخترم را گرفته مطلوبه گفته صدا میکرد. در را گشودنم را میدانم و خلاص برابر باز گشتنی در مردی تنومند زده به خانه در آمد و دهانم را با کف دستش محکم داشت. کشالکنان مرا به خانه خواب آورد. با چشمان هراسان دیدم که چطور از پس آن خلبرزنگی یک زن میان ساله سفید پوست به خانه در آمد و پسرچه 8 ماهه را دلشاد جان را که در روی جاگه خواب بود به بغلش گرفته و سوی در دوید. با دیدن این منظره من به حالت شوک افتادم. خیرت که همین وقت دختر مدینه از خواب بیدار شد و چون دید که مرد ناشناس دهان مرا محکم داشته گلویم را بوغی کرده ایستاده است، با تمامی آواز داد گفت. غارتگر شاید از ترس آن که حاضر همسایه ها آمده میمونند مرا سر داده رو به گریز نهاد. شوهرتان در کجا بودند که به امداد شما نرسیدند؟ پسرم هنوز در بدنم بود که شوهرم وفات کرد. از افتش کودک دزدان خوب میدانستند که من یک بیوزن تنها هستم و از دستم یگان کار نمی آید. از همین سبب اینقدر شیردلانه زده به خانه‌ام در آمدند و کودکم را از جاگه خوابم دزدیده بردند. شاید کسی به مقصد قصاص گرفتن این کار را تشکیل کرده باشد. پیش از این حادثه با همسایه ها و یگان شخص دیگر جنگ و جنجال یا بحث مناظره نکرده بوده؟ نه، ما با کسی کار نداشتیم. شوهرم نیز مردی خاکسار و بسیار مهربان و بی‌آزار بود. کودکانمان که خرد بودند قریب که از خانه نمی برآمدیم. من گمان میکنم که مقصد آن قصاص گرفتن نه، دزدیدن کودک بود. احتمال بچه مرا به یگان کس با پول کلان فروخته باشند. چرا به میلیسه خبر ندادید؟ مگر خبر نداده می شود؟ برابر مرا رها کرده رو به گریز نهادن کودک دزدان من و دخترم دویده از پسشان برآمده، ولی آنها را گویا در یک دم زمین فرو برده باشد. یگان نام و نشانه را نیافتیم. داد گفته گریه کردم. همسایه ها از داد و وای من و دخترم بیدار شد. چه حادثه روی دادنش را پرسان شدند. وقتی فهمیدند که پسر مرا دزدیدند همه یک جایه همراه هم به شعبه میلیسه رفتند. فامیلیای میلیسیونر را که مرا قبول کرد و همش را نوشته گرفت
نمیدونم، ولی چهرهش در یادم مانده است. اگر بینم میشناسم. و تمام گفته های ما را در دفترش ثبت کرده گرفت و بعد یک گروه کلانی میلیسیونرها را گرفته به جای حادثه یعنی به خانه ما آورد. آنها همه جای را گفتند، حتی به هوا تیر خالی کردند، ولی از کودک دزدان یگان نشان نیافتند. مدینه، شما آن حادثه را در یاد دارید؟ وقتی که دادرم را دزدیدند من 7 ساله بودم، ولی آن شبی پردهشت تا حال از یادم نرفته است. مست خواب بودم. نمیدانم خداوند مرا سبب زنده ماندن مادرم گردان یا یگان صدای باعث گشت که نیمی شب یک باره بیدار شدم. چشمانم را گشوده دیدم که یک مردک بیگانه دهان مادرم را با دستش محکم داشته است. ترسیدم که حاضر را چم را میکشد. با تمامی آواز آچه جان گفته داد زدم. مرد در دستش کار داشت و میتوانست مرا کشد، ولی از چی باشد که داد گفتن مرا دیده مادرم را سر داد و رو به گریز نهاد. مادرم که در حالت شاک بود دست مرا داشته کلویده تا دهان در آمد، ولی دیگر قوت نکرده افتید. لبهای مادرم به زور می جنبیدند، اما چی گفتن و چی خواستنش را نمیفهمیدم. من خردکک چی کار کردنم را نمیدونستم. اول از پس کودک دوزان به کوچه برآمدم، ولی فقط همین قدرش را دیدم که همان مردی دهان مادرم را داشتگی و پشت بینا تاب خورده در یک دم از نظر ناپدید شد. مادرم هم از پشت من به کوچه برآمد، ولی به فکرم وای آن مرد را ندید، چون که دیرتر برآمده بود. فکر میکنم که کودک دوزان تنها نبودند و به ماشین نشسته رفتند، وگرنه در یک لحظه به نام و نشان غیب نمیزند. بعد چی شد؟ بعد همسایه ها بیدار شدند، میلیسه ها آمده به هوا تیر خالی کردند و تمامی گرد و اطراف را گفتند، اما یگان آدم شوخ‌بناک را نیافتند. دادرکتان را در یاد دارید؟ کم کم در خاطرم مانده است. دادرم کودکی به نقص سالم بود. در 8 ماهگی کودک 1 ساله را میماند و کوششی راه گشتن میکرد. در یادم هست که چطور از دستانش گرفته تای تای پاپا گویان راهگردی را به دلشاد جان یاد میدادم. هنوز گپ نمیزد، ولی هرگاه مادرم او را به بغلش گیرد از گریبان کرتهش محکم قپیده آته میگفت. اولین کلمه اش همین بود: مادری عزیز، شما میگویید که پسرتان را سال 1995 دزدیده بردند و اگر امروز در برتان میبود یک ایگیت زیبای 23 ساله میشد. نخواهد در طول 23 سال یگان نام و نشان کودک دزدان را پیدا نکرده باشند. راستی سالهای اول جنایت کاران را خیلی کافتند، ولی پیشان را نیافتند. بعدی میلیسه هایی که از این واقعه خبردار بودند بعضیشان به نفقه برآمدند و برخی دیگر از کار رفتند. به جای آنها آدم های نو آمدند. از چی باشد که آنها به گپ من باور نمی کنند و چندان اعتبار نمی دهند. احتمال گمان می کنند که بیماری روحی دارم و از پیش خودم این گپ را بافته پسرم را 23 سال پیش دزدیدند میگویم. پس از 23 سال گم شدن فرزندتان شما به ردکسیا مراجعت نموده. با کدام مقصد؟ وقتهای اخیر کارمندان میلیسه جنایت‌های 25-30 سال پیش صادر شده را کشاده جنایتکاران را یافته ایستادند. این را دیده در دلم امید پیدا شد که شاید بختم میخندد و پسر گمگشته مرا هم میابند. احتمال یگان کس دلشاد جان مرا به فرزندی قبول کرده باشد. من زید نیستم. بگذار همان آدمان را که او را کلان کردند پدر و مادر خوانده یک عمر خدمتشان را کند. من تنها یک خواهش دارم، اجازه دهند که اقلا یک بار روی پسرکم را ببینم.
و او را به آغوش گرفته از بویش سیر شوم. نترسند. مقصد من کسی را گناهکار کردن و به پشت پنجره نشاندن نیست. از جوابگری می ترسیده باشند، می توانند خودشان نآمده پسرم را تنها به خانه من که در سراغه شهر دوشنبه ناحیه شاه منصور کوچه عینی 16 حجره 8 فرستند. یگانه آرزوی من دیدن پسرکم است. یک بار دلشاد جانم را به آغوش بگیرم و بویکش به دماغم زند. بعد مرم هم دیگر آرمان ندارم. دوستان عزیز، تا ویدیوهای آینده خدا نگهبان ما و شما باشد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.